سلام، با شما شوکت محمد هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: موجود صاحب نظر و میگوید اگر جوانمردی در کشور شجاعت می داشت حتما از ناموس من دفاع میکرد. هدف اصلی سفر امام علی رحمان به بلاروس مسئله باقی ماندنش در قدرت بود. شرح کارشناسان در این باره. اولین گروه زائران تاجیکستانی به عربستان سعودی سنه 25 ایول سفربر می شوند. موجود صاحب نظر و عضو شورا و سخنگوی جنبش مردمی اصلاحات و رشد تاجیکستان می گوید برای فعالیت‌های مقامات‌های قدرتی تاجیکستان مادری 70 ساله و دختری 28 ساله‌اش را زیر فشار همیشگی قرار داده‌اند. سه نسل زنان یک خانواده تاجیک 2 سال است که از بیدادی‌های وزارت کارهای داخلی که وظیفه‌اش حفظ ترتیبات است و کمیته امنیتی ملی کشور که وظیفه‌اش تأمین امنیت شهروندان و حفظ مرز و بوم کشور باید باشد، نه فشار و تهدید مردم رنج می‌برند. فشار بالای خانواده صاحب نظر و اولین نیست و به نظر می‌رسد آخرین هم نخواهد بود. اما این فشار از دیگر فشارها به خانواده‌های مخالفین فرق دارد. ببینید، این فشار است که در هر کشور اگر 5% مردمش بیدارند حد اقل تظاهرات برمی‌انگیخت. فشار یک وزارت مردانه و یک خانواده عبارت تنها از زنان به خاطر فعالیت سیاسی یکی از این زنان. یک زن مادر به سیاست‌های پیشگرفته حکومت کشورش راضی نیست و این حکومت که خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می‌داند به پلیس دستور داده از دختر جوان او و مادر پیر مشتیپر را با فشار و تحقیر مجبور به صدا بلند کردن علیه مادر و دخترشان کند. پلیس هم بدون کدام استحاله به خانه زده وارد می شود که آنجا همگی 2 زن کم پیرو نبیره دختر زندگی می کنند و گناهشان هم این است که مادر و دخترشان جرأت کرده علیه سیاست های حکومت صدا بلند کند. ما با موجود صاحب نظر و در تماس بودیم و از او خواهش کردیم که به واسطه این قضیه را به شما بینندگان عزیز شرح دهد. اپی موجوده اظهار آمادگی نمود و حالا در خط علاقه با ما هست. اپی موجوده، شما در شبکه‌های اجتماعی نوشتید که آرام بودن و واکنش نداشتنتان به عملکردهای ناعدالتانه حکومت خطا بوده است و این را نو درک کردید. با چه فشارهای حکومت آرام بودید و واکنش نمی کردید؟ ببینید، زمانی با یک دعوت عدالت رحمان و که یک زن بود تمامی کلاه به پا خست. زن هستم و مادر پیرم دارم. اگر در سرتاسر کشورم و در ولایتی که زاده شدم مرد باقی مانده باشد، مخصوصا مردان بدخشان که خیلی با اور و ناموس هستند، حتما مرا، مادر مرا و دختر مرا تنها نمیگذارند. ضرورتی به هر سوال پاسخ دادن فکر میکنم که نیست و فعالیت خود را من بعد آشکارا و عملی برا میمونم. اگرچه ضرورت باشد شب و روز پشت در سفارتخانه تاجیکستان در کشوری که درخواست پناهندگی کرده هم با شعار اعتراضی راست میستم. شما با خطاب به رمضان رحیمزاده در صفحه فیسبوکتان گفتید که هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. یعنی شما پلنگی خفته بودید و برخواستید. اکنون چه اقدام‌های از دست شما می آید؟ واقعا روبروی ما باید امروز فکر نکنند که بیشه ها خالی هستند و پلنگو خفتند. اگر چنین فشار و تهدیدها بیشتر شوند، همه پلنگو بیدار می شوند و کاسه صبر مردم هم روز لبریز می شود. نباید ما امروز رفتیم که واقعی سالوی 90 در کشور تکرار شند و این روز بعد خود روبران کمبودی خودشون اصلاح کنند. بس بودگیست به مقابل زنان و کودکان، به مقابل پیران و کمپیران جنگیدن. باید امروز مشکلات جامعه رو در یک جایگی حل کنیم.
موجود صاحب نظر و سال 1992 شعبه ژورنالیستیکی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. از سال 1993 تا سال 2003 در شعبه اقتصادی رادیوی تاجیکستان به حیث محرر کار کرده است. سالهای 2006-2007 سردار شعبه اقتصادی مجله بانوان تاجیکستان بود. بعداً سردار شعبه مؤسسه های تا مکتبی هفته‌نامه آموزگار شده کار کرده است. اعلاچی کمیته رادیو و تلویزیون، اعلاچی مطبوعات یکی از مؤسسان حزب ثبت نام نشده تاجیکستان نو می باشد. عین حال سخنگوی جنبش مردمی اصلاحات و رشد تاجیکستان عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان می باشد. عائله‌دار، صاحب 2 فرزند است. در جریان ملاقات سه جانبه امام علی الرحمن، الکساندر لوکاشنکو و ولادیمیر پوتین که روز 30 ایون در شهر مینسک انجام شد، طبق اطلاع رسمی مسئله های همکاری کشورها در دایره مناسبت های دو جانبه و هم در چهارچوب تشکیلات سازمان های منطقوی و بین المللی، اتحاد دولت های مستقل، سازمان امنیت پیمان دست جمعی و غیره مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در رفت سفر امام علی الرحمن به مینسک چندین شرطنامه و یادداشت‌های اقتصادی به امضا رسیدند. اما طبق معلومات‌های به ما رسیده، هدف اصلی سفر امام علی الرحمن به مینسک دیدارش با ولادیمیر پوتین بوده است. انیخترش رئیس جمهور تاجیکستان از همتای بلاروسیش خواسته بین او و پوتین برای دریافت رازیگی اخیری به انتقال قدرت میانه‌روی کند. قبلا یک منبع اطلاع داده بود که ضمن سفرش به مسکو امام علی الرحمن نتوانسته رضایت ولادیمیر پوتین عاید انتقال قدرت به پسرش رستم امام علی را به دست آورد. اینک او کوشش میکند به میانجیگری الکساندر لوکاشنکو طبق گفته منبع دل رئیس جمهوری روسیه را نرم سازد. آیا این کوشش او نتیجه داد یا نه؟ آیا در حقیقت امام علی الرحمن به خاطر حفظ بقای قدرتش برای گردن کش کنی به پوتین به بلاروس رفت؟ ما با کارشناس امور دینی و سیاسی آسیای مرکزی محمد اقبال صدرالدین که سفر امام علی الرحمن به بلاروس را پیگیری میکرد این سوال را دادیم. با هم جواب او را میشنویم. بله شوکت جان، چنانه که طی روزهای اخیر آگاهی داریم، امام علی الرحمن در حال از رشت پس از و یعنی جشن وحدت البته داخل ناخونک برگشت و آسیمه سر به طرف بلاروس شتافت. البته چنانه که در مورد اینکه کسی او را در اونجا انتظار نبود و هدف اساسی اون برای میانجیگر ساختن و در میانه داخل نمودن لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس بود. و البته چنانه که از قول سخنگوی کرملین یا که پوتین پسکوف معلوم بود که اصلا پوتین هیچ واخوری سیگانه را در نظر نداشت و تنها میخواست در اون مسابقاتی که در بلاروس میگذشت اشتراک کند. ولی ناچار وقتی که دیدن که از تاجیکستان برایشان میوه آورده است، او را نیز در اینجا تکلیف کردند تا اینکه خوب دیگه بعضی مسائل را گوشزد نماید. البته مسئله مهم برای امام علی الرحمن این بقایش و ماندنش در قدرت است، یا اینکه خودش یا اینکه پسرش. ولی تا به حال پوتین نه در روسیه و نه در تاجیکستان و نه در بیشکک در این دیدارهای سه‌گانه‌ای که شده گذشت به هیچ کدام اینها راضی نبود. و نقطه‌ای که فکر میکنم البته نه نهایی است، چون امکان دیگر مراحل دیگر را نیز میتوانیم در نظر بگیریم که میتواند داشته باشد تا سال 2020. ولی فعلا میخواهد که همین مسئله را یعنی که لوکاشنکو با پوتین برساند که باید که این باقی بماند. ولی نمیدونیم که در این مسئله پوتین راضی شده باشد و بر رضایت اون من اصلا یعنی باور ندارم. و اینا باید بفهمیم که حتی لوکاشنکو هم دیگر نمیخواهد در انتخابات آینده خودش در رقابت انتخاباتی یا اینکه نامزدیش را بذارد. از محمد اقبال پرسیدیم که انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان در سال 2020 با اندیشه او با اشتراک امام علی الرحمن و یا پسرش همچون نامزد خواهد بود و یا امام علی الرحمن با کرسی 3 اسره خود خیر خوش خواهد کرد؟
امام علی رحمان تا مرحله آخران تمام کوشش و تمام سعی و تلاش خودش را میکند تا اینکه در قدرت خودش یا اینکه پسرش باقی بماند و اینکه تا کجا موفق شد و اینکه تا کجا موفق می شود تا اینکه رضایت پرزیدنت اسنگ جناب ولادیمیر پوتین را به دست آورد با تلاش های یعنی شبانه روزی خودش فعلا یگانه یعنی که راهی که میخواهد بقا بماند این رضایت پوتین است. ولی اینکه آیا او را متقاعد نموده است یا ننموده است و یا باقی میماند در قدرت یا نمیماند اینش را البته وقت نشان میدهد و حوادثی که البته در کمین برای امام علی انتظار است. البته اون حالت اجتماعی مردم است که ملت تاجیک در سخت‌ترین حالت چه در داخل کشور و چه در خارج البته در خود روسیه قرار دارد و این چنین ناگفته نماند که در مورد بلاروس یک کشور است که یکی از پرزیدنت های فرار کرده قرقیز یعنی باقیف در بلاروس است و با طبق بعضی گزارش ها پوتین برای او گفته است که میخواهی که سرنوشت تو به مانند قرمانبک باقیف باشد، اگر خواسته باشی پس نامزدی خودت را دوباره بگذار تا یک انفجارات داخل کشور تا حوادث وخیمی را تاجیکستان انتظار باشد. در این مسئله اونانی که میخواهند مسئله را بیشتر آگاه گردند تحلیل نموده‌ایم در سامانه اصلاح پایگاه تحلیلی اصلاح میتوانید از آنجا اینها را بخوانید. تاجیکستان و بلاروس کشورهای همکار در بخش سیاسی و اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌یابند. روز 28 ایون دو کشور سازشنامه شریکی استراتژی را نیز امضا کردند. لوکاشنکو آن را شرطنامه تاریخی مانند پرواز به کیهان نامیده است. با اینکه مینسک و دوشنبه شریکان سیاسی هستند، نه در همه بخش‌ها بلاروس درخواست‌های تاجیکستان را اجرا کرده است. از جمله در 4-5 سال گذشته چند درخواست دوشنبه برای بازداشت و استرداد دیگراندیشان مخالفان از جانب بلاروس اجرا نشد. منتقدان حکومت با یاری سازمان‌های حامی حقوق بشر توانستند از بازداشتگاه‌های بلاروس آزاد شده و کشورهای دیگر پناه برند. اولین گروه زائران تاجیکستانی به مکه مکرمه و مدینه منوره 25 ایول سال روان به سفر می‌برایند. طور نماینده کمیته دین به رسانه‌های محلی خبر داده است حاجیان تاجیک طبق برنامه حج 2019 به چند گروه تقسیم شده دوام 10 روز به حج خواهند رفت. شماره حاجیان تاجیک امسال بیش از 6000 نفر را تشکیل می‌دهد. امسال در تاجیکستان مثل هر ساله ارزش سفر حج قریب به 2000 سامانی گران شد. ارزش ادای حج برای یک نفر در این سال 35128 سامانه را تشکیل داد که سال گذشته آن 33410 سامانه را تشکیل میداد. به مبلغ ذکر شده خراجات چپته‌ای هواپیما از دو طرف، اقامت و بود و باش در مکه و مدینه، تأمین حاجیان با غذا در دوام موسم حج شامل می باشد. گفتنی است طول چند سال است که حسن اسدالله زاده دادر عروس رئیس جمهور امام علی رحمان سفری رفت و آمد حاجیان را به یکی از تجارت‌های درآمدناک خود تبدیل داده زیر منوپولی خود درآورده است. هیچ شرکتی حق ندارد در موسم حج برای سفر حاجیان خط سیر به راه ماند. حتی حاجیان تاجیکستانی حق ندارند انفرادی به حج روند. اکنون مختصر از خبر و رویدادهای کشورهای همسایه و جهان همکارمان صفیه واحدова به شما گزارش می‌دهد. بر اثر دوپاره شدن چرخ و فلک در شهر جیزخی ازبکستان دختری 20 ساله جان باخته است. چرخ و فلک موسوم به طبقه پرام که ماه مارس سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته بود در بلندی 7 متر یک باره شکسته به پایان افتاده است. آن زمان در چرخ و فلک 8 نفر حضور داشتند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت پخش شد، منظره شکستن و به زمین افتادن چرخ و فلک، فریاد و ناله‌های آدمان و شتابیدن مردم به کمک این افراد به چشم می‌خورد. گفتنی است ماه می سال روان نیز در باغ استراحتی شهر سمرقند دختری از چرخ و فلک به پایان افتاده زنده مانده بود. انفجار بزرگ شهر کابل پایتخت افغانستان را به طور وحشت‌افکن تکان داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که انفجار صبح امروز 1 ایول در نزدیک برج گلبهار در حوزه 16 شهر کابل رخ داده است.
وی گفت نخست یک ماشین بمب گذاشته شده ترکیده، سپس چند نفر با بمب‌های انتحاری وارد یک بنا شدند. نیروهای ویژه پلیس به منطقه حاضر شده با گروه تروریست وارد درگیری شده است. وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که تا حال 45 زخمی به بیمارستان انتقال شده است که در میان آنها 9 کودک نیز هست. تا حال شمار کشته شدگان اعلان نشده است. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه خواستار آزادی سریع شهروندان ربوده شده خود در لیبیا شد و نسبت به عواقب این اقدام و شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر هشدار داد. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود ربوده شدن 6 شهروند این کشور توسط شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در لیبیا را نمونه کاملی راهزنی دانسته نوشته است که دولت ترکیه منتظر آزادی فوری ربوده شدگان می باشد. وزارت امور خارجه ترکیه در انتهای بیانیه تاکید کرده است که اگر ربوده شدگان آزاد نشوند، ترکیه اقدامات مشروع علیه عناصر حفتر را اجرا خواهد کرد. گفتنی است که 6 شهروند ترکیه در لیبیا توسط شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر ربوده شدند. رسانه‌های رسمی سوریه خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل صبح 1 ایول موضع‌های ارتشی این کشور را در نزدیکی شهر دمشق و ولایت حمص هدف موشک قرار دادند. خبرگزاری رسمی سنه سوریه با استناد به یک منبع خود در مقامات نظامی این کشور اطلاع داد که موشک‌ها را هواپیماهای اسرائیل از حریم هوایی لبنان پرتاب کردند. منبع دیرتر خبر داد که در نتیجه پرتاب موشک‌ها در نزدیکی دمشق 4 ساکن آسایشته جان باخته، 21 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگان نظامی اسرائیل صبح 1 ایول از شرح خبری رسانه‌های سوریه در رابطه با پرتاب موشک‌ها خودداری کردند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و من با شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام نقطه نت و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا روزی دیگر.